7 ساعت راه از لار بکوبی بیای پیش چک موتور 207 بیاری برای تقویتش کنیم. بعدش بری جاده تست کنی و بعدش اینجا بریم رضایتو بپرسیم اینا ماشین چطور شده. شم سوزنی سپلاتین ایریدیوم وایر شم و ریمپ و سرویس دریچه گاز براش انجام دادیم. قبل از اینکه بیای پیشمون ماشین چطور بیتی به چا بگو؟ ماشین والا ما انگار پراید آوردیم خدمتتون. الان موشک تغییر گرفتم واقعیتش. چند درصد تغییر کرد؟ اون کپ پدال گاز که داشتم 100% رفت شده. 100% رفت شد. ایول. خب دیگه کتابی که گرفته با کولر تو فاصله 500 متر اون که قبلا 130 تا پر می‌کرد الان تا 60 تا باش الان 60 تا رفت. من راضیم خیلی. قربونت برم. چه مدتن تو نوبتی؟ تقریبا یک هفته. از لار چند ساعت تا اینجا اومدی؟ 7 ساعت راه. خب ارزش داشت هم یک هفته منتظر باشی هم 7 ساعت راه برونش بیای اینجا. من خودم خیلی راضیم، یعنی فکر نمی‌کردم اینقدر جواب بگیرم. واقعا راضیم خیلی. تموم شد رفت. بزن بریم مجتمع گرم نافته و سوزاندمون. بزن بریم مجتمع.